سلام، محمد مهدی خسروی هستم از مدرسین مؤسسه چکات و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیوی آموزش ساده ترین روش حل مکعب روبیک هستش و قراره بهتون یاد بدم چجوری مکعب روبیکتون رو از حالت خراب به حالت حل شده تبدیل بکنید. بهتون قول میدم اگر این آموزش رو با دقت نگاه بکنید قادر هستید که مکعب روبیکتون رو حل بکنید. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب مکعب روبیک چیه؟ مکعب روبیک یک رشته ورزشی هستش، مثل شطرنج جزو ورزش‌های ذهنی حساب میشه. سازمان جهانی داره و تقریباً 50-60 سال پیش توی کشور مجارستان ابداع شد. حل کردن روبیک چند تا مرحله خیلی ساده داره، اما قبل از اینکه با مراحل حل روبیک آشنا بشیم نیاز داریم که حرکات روبیک رو بشناسیم. خب حرکات روبیک به این صورت هستن که ببینید این لایه راست ماست، این وجه راست ما هستش، وجه راست با دست راست میچرخه. خب این وجه راست، این وجه چپ ما هستش که با دست چپ میچرخه، این وجه بالای ما هستش و این هم وجه روبروی ما هستش. ببینید برای اینکه روبرو رو بچرخونیم دستمون رو میبریم پشت و اینجا مکعب قفل میشه تو دستمون، فقط روبرو آزاده. میتونیم این وجه روبرو رو به هر سمتی که دوست داشتیم بچرخونیم. پس راست، چپ، بالا و روبرو. دقت کنید، پس اگه گفتم راست بالا، شما خیلی راحت وجه راست رو به سمت بالا میچرخونید، یعنی به این صورت. اگه گفتم راست پایین، برعکسش به سمت پایین میچرخونید. اگر گفتم بالا به سمت راست، خیلی راحت شما بالا رو به سمت دست راستتون میچرخونید، یعنی به این صورت، به این سمت. خیلی راحت. اگر گفتم مثلا بالا به سمت چپ، وجه بالا رو به سمت دست چپتون میچرخونید، به همین راحتی. برای روبرو چپ هم همینطور، مثلا روبرو به راست یعنی روبرو به سمت راست بچرخه، به این صورت. چند بار این حرکات رو برای خودتون تکرار بکنید و بهش مسلط بشید تا بریم سراغ ادامه آموزش و مرحله اول حل روبیک. ما دو تا قانون خیلی مهم برای حل روبیک داریم. قانون اول میگه روبیک باید روی میز باشه، یعنی روبیک رو هیچ وقت تو دستتون اینجوری نمیچرخونیدش، باید روی میز بذارید و هر حرکتی خواستید انجام بدید، هر بلایی خواستید سرش بیارید روی میز انجام میدید. این قانون اوله. دلیلش هم اینه وقتی روبیک تو دستتون بچرخه ممکنه توی زدن فرمولا اشتباه کنید و درصد خطا شما میره بالاتر، اما اگه روی میز باشه این اتفاق نمیفته. قانون دوم که خیلی مهمتر از قانون اوله اینه که وسطی ضرب باید بالا باشه. هر وجه ما یه رنگ وسطی داره. الان وسطی یا مرکز من سفید هستش. اینجا چه رنگیه؟ اینجا نارنجیه، اینجا آبیه. وقتی روبیک رو خراب کردن به شما دادن گفتن حلش کن، اولین کاری که میکنید اینه که وسطی زرد رو پیدا میکنید به این صورت و به سمت بالا نگرش میدارید، یعنی به این صورت، و روبیکتون رو هم میذارید روی میز. این دوتا قانون رو رعایت میکنیم و بعد میریم سراغ حل روبیک. اگر یه موقع هر کدوم از این قانون ها شکسته بشه و رعایت نشه، محاسبات ما اشتباه میشه و نمیتونیم روبیکمون رو حل بکنیم. پس به این قانون ها توجه ویژه داشته باشید. بریم سراغ مرحله اول حل روبیک. توی مرحله اول ما باید یه همچین شکلی دور وسطی زرد ایجاد بکنیم، یه مثبت سفید دور وسطی زرد. توجه داشته باشید برای ساختن این مثبت ما فقط با این لبه ها کار داریم، با این مهرهایی که وسط هستن. با این گوشه ها اصلا کاری نداریم، اصلا این گوشه ها رو نمیبینیم، باهاشون کاری نداریم. خب من اول دوتا قانونم رو رعایت میکنم، یعنی وسطی زرد رو میذارم بالا و روبیکم هم میذارم روی میز. حالا شروع میکنم به ساختن این شکل. خب ببینید ما میایم با استفاده از مهره هایی که توی لبه ها هستن، توی این وسط ها هستن، این به اضافه رو درست میکنیم. الان اگه دقت کرده باشید من اینجا یه مهره سفید دارم که توی این وسطی ها هستش، اصطلاحاً توی به اضافه هست. به این میگیم سفید به اضافه، چون اگه به اضافه بکشیم این سفیده توی به اضافه قرار داره. خب این سفیده یا بالا و پایینه، یعنی یا بالاست یا پایینه، یا سمت چپ و راسته.
خب الان به فرض این سمت چپ هست، این سمت راست هستش. اگر سمت چپ و راست بود شما کافیه که به رنگ بالاش نگاه بکنید و بیاریدش بالا. چرا میگم به رنگ بالا نگاه کنید؟ چون بالاش نباید سفید باشه. منظورم از بالا این وسطی بالاش هستش، این قسمت. اینجا نیست، اینجا نیست. منظورم از بالا اینجا هستش. خب ببینید اگر بالاش سفید نبود مثل اینجا، خیلی راحت میاریدش بالا و اصلا نکته خاصی نداره، این میاد بالا. اما اگه بالاش سفید بود شما نمیتونید اینو بیارید بالا. چرا؟ چون این سفید رو از دست میدید. یعنی یه سفید میارین بالا، یه سفید از دست میدیم. باید چیکار کنیم؟ اگر بالاش سفید بود، یعنی سفید به اضافه وجود داشت، شما وجه بالاتون رو به هر سمتی که دوست داشتید یه بار میچرخونید به این صورت. و اگر دیگه الان بالاش سفید نبود شما اجازه دارید که بیاریدش بالا. الان من وجه بالا رو چرخوندم، سفید نیست دیگه، اینجا سبزه، پس میارمش بالا به همین راحتی. خب پس یه بار دیگه میگم اگر بالاش، بالا این سفید وجود داشت شما اینو نمیاریدش بالا. باید کاری کنید که بالاش از حالت سفیدی در بیاد، یعنی خالی بشه بالاش. با چرخوندن لایه بالا این کار میکنید به این صورت. الان دیگه اینجا سفید نیست. وقتی سفید نیست حالا اجازه دارید که بیاریدش بالا به همین راحتی. خب الان اینجا دیگه من سفید ندارم تو به اضافه، میرم این سمت. اینجا هم ندارم، اینجا توی به اضافه سفید دارم. خب الان پایینه. ببینید اگر بالا و پایین بود ما وجه روبرو رو باید بچرخونیم یه بار. روبرو کدوم بود؟ روبرو دست میرفت پشت، به این صورت میچرخونیم. وجه روبرو رو میچرخونیم تا این بیاد سمت چپ و راست. این سفیدی که پایین هستش یا بالا هستش بیاد سمت چپ و راست. الان اومد سمت چپ. گفتیم اگه سمت چپ بود چیکار می‌کردیم؟ به بالاش نگاه می‌کنیم. اگر بالاش سفید نبود میاریمش بالا. اگر سفید بود بالا رو میچرخونیم، سمت بالا رو، تا از حالت سفیدی در بیاد و بعد میاریمش بالا. ببینید الان بالاش رنگیه، بالاش آبیه. پس ما میتونیم خیلی راحت اینو بیاریمش بالا. اگر احیانا بالاش سفید بود، اینجا سفید بود، اینو نمیاریمش بالا چون این سفید از دست میره. اول بالا رو میچرخونیم. الان بالاش زرد هستش پس میارمش بالا به همین راحتی. میبینید که 3 تا از این به اضافه ها رو من ساختم. 3 تا از این 4 تا درست شد. خب اینجا دیگه تو به اضافه سفید ندارم. سمت بعدی اینجا هم سفید ندارم. اینجا تو به اضافه سفید دارم. بالا یا پایینه؟ پایین هستش. گفتیم اگر بالا و پایین بود بعد روبرو رو بچرخونیم که بیاد چپ و راست. حالا که اومد سمت چپ به رنگ بالاش نگاه میکنید. رنگ بالاش الان سفیده. بازم تاکید میکنم ما با این گوشه ها هیچ کاری نداریم، اصلا اینا رو نمیبینیم. مد نظرمون فقط این لبه ها و این مهره های به اضافه هستن. الان بالاش سفیده پس من بالا رو باید بچرخونم. خب الان چه رنگیه؟ الان بازم سفیده پس بازم بالا رو میچرخونم. بازم سفیده پس بازم بالا رو میچرخونم. الان دیگه آبیه. وقتی سفید نیست اجازه دارم بیارمش بالا. ببینید به همین راحتی من این شکلی که میخواستم رو ساختم. انجام این مرحله نیاز به دقت بالایی داره. باید حتما چند بار تمرین کنید و اگر جایی رو متوجه نشدید برگردید عقب دوباره ویدیو رو نگاه کنید تا این مرحله رو متوجه بشید. خب یه مثال دیگه با هم حل کنیم. ببینید باید یه همچین شکلی درست کنیم. یک به اضافه سفید دور وسطی زرد. خب من اول میام روبیکم روی میز میذارم و وسطی زرد رو هم بالا نگه میدارم. بعد میام سراغ ادامه کار. خب الان اینجا توی به اضافه سفید ندارم. ببینید اینجا سفید هست ولی اینجا تو گوشه است. گفتیم ما اصلا با این گوشه ها هیچ کاری نداریم، اینا رو نمیبینیم. مد نظرمون فقط سفیدهای به اضافه هستن. خب الان توی به اضافه اینجا سفید دارم. گفتیم اگر چپ و راست بود میاریمش بالا. اگر بالا و پایین بود روبرو رو میچرخونیم. الان بالا و پایینه پس من روبرو رو میچرخونم. وقتی روبرو چرخوندم کجا اومد؟ اومد سمت چپ و راست. الان اومد سمت راستم. حالا به رنگ بالاش نگاه میکنم. رنگ بالاش یعنی اینجا کنار وسطی زرد نباید سفید باشه. الان چه رنگیه؟ الان آبیه پس من اجازه دارم بیارمش بالا. گفتیم اگر سفید بود بالا رو میچرخونیم تا از حالت سفیدی در بیاد. خب الان اینجا من دیگه سفید ندارم توی به اضافه. میرم سمت بعدی. اینجا توی به اضافه سفید دارم. سمت چپ هستش. اگر سمت چپ و راست بود بالاش رو نگاه میکنید. الان بالاش چه رنگیه؟ بالاش زرد هستش. این موقع نگین بالاش سفیده. بازم میگم با گوشه ها کاری نداریم، فقط مد نظرمون این وسطی ها هستن. خب بالاش الان زرده پس میارمش بالا خیلی راحت.
خب وقتی با آوردمش بالا میرم سراغ وجه بعدی. اینجا توی به اضافه سفید ندارم، اینجا توی به اضافه سفید دارم. کجاست؟ بالا و پایینه. بالا و پایین اگه بود باید رو به رو بچرخونیم. دستمون میبریم پشت، رو به رو میچرخونیم. ببینید الان من رو به رو میچرخونم، شما اینو با چشمتون دنبالش کنید. میاد سمت چپ و راست، یا میاد چپ یا میاد راست. الان اومد سمت چپ. وقتی سمت چپ بود گفتیم باید بالاشو نگاه بکنیم موقع سفید نباشه. الان سفید هست، پس من اون نمیتونم بیارمش بالا، باید بالا رو بچرخونم، بچه بالا رو بچرخونم تا از حالت سفیدی در بیاد. الان چرخوندم بازم سفیده، مشکلی نیست، بازم میچرخونم، چرخوندم بازم سفیده، بازم میچرخونم، الان دیگه سفید نیست، الان اینجا آبیه، پس میارمش بالا. به همین راحتی من این شکلمو ساختم و با گوشه ها هم کاری ندارم. یعنی مهم نیست که اینجا مثلا یه سفید اضافه دارم. دقت کنید یه حالت استثنا داریم برای زمانی که هر چقدر ما به اضافه میکشیم سفید توی به اضافه پیدا نمیکنیم. میایم طبقه پایین رو نگاه میکنیم، اینجا رو قطعا یه سفید این پایین گیر کرده، میاریمش سمت راست هر جا که بود. حالا از سمت راست بالاش باید خالی بشه و بعد میاریمش بالا، به همین راحتی. پس حواستون به این حالت استثنا باشه. خب بریم سراغ مرحله دوم. قبل از اینکه مرحله دوم رو بخواید یاد بگیرید حتما باید به مرحله اول مسلط بشید و مرحله اول رو حل کرده باشید. به این نکته توجه داشته باشید. خب توی مرحله دوم من باید رنگ 1 و 2 این سفیدا رو ست کنم یا همرنگ کنم. رنگ 1 این سفیده من الان قرمزه، رنگ 2ش آبیه، یا مثلا اینجا رنگ 1ش سبز، رنگ 2ش نارنجیه. رنگ 1 و 2 رو باید ست کنم. برای ست کردن همیشه یادتون باشه باید دو تا لایه پایین رو بچرخونیم. به این صورت ست کردن رو توی ادامه حل روبیک هم باش کار داریم، حواستون بهش باشه. خب الان سبز و نارنجیه، من دو تا لایه پایین رو میچرخونم، رنگ 1 شد سبز، رنگ 2 شد آبی، بازم میچرخونم، رنگ 1 شد سبز، رنگ 2 قرمز، دوباره میچرخونم، الان سبز و سبز شد، ست شدن. وقتی ست شدن وجه روبرومون رو دوبار میچرخونیم، 1 2. خب یه سفید رفت پایین، میرم سراغ یه سفید دیگه. خب اینجا این سفیدم رنگ 1ش آبی هستش، رنگ 2ش قرمزه. برای ست کردن دو تا لایه پایین رو میچرخونیم، چرخوندم شد آبی سبز، یه بار دیگه میچرخونم آبی نارنجی شد، یه بار دیگه آبی و آبی. وقتی ست شدن رو به رو دوبار میچرخونیم، 1 2. خب میرم سراغ سفید بعدی. اینجا رنگ 1 قرمز، رنگ 2 نارنجی، دو تای پایین رو میچرخونم، قرمز سبز. الان ست شدن قرمز و قرمز. وقتی ست شدن چیکار میکردیم؟ وجه روبرومون رو دوبار میچرخوندیم، 1 2. خب یه سفید دیگه بیشتر نمونده، رنگ 1 نارنجی، رنگ 2 آبی. برای ست کردن دو تای پایین رو میچرخونم. خب یه بار چرخوندم ست شد نارنجی و نارنجی، ست که شد رو به رو دوباره میچرخونم، 1 2. خب بعد از اینکه همه سفیدا ست شدن به زیر روبیکمون نگاه میکنیم، حتما باید یک مثبت سفید داشته باشیم. خب پس خلاصه کار این شد، رنگ 1 و 2 رو ست میکنید، وقتی ست شد رو به رو دوباره میچرخونیم. الان رنگ 1 آبی هستش، رنگ 2 نارنجی، میچرخونم آبی و سبز، آبی و قرمز، آبی و آبی. وقتی ست شد رو به رو دوباره میچرخونیم، 1 2. خب میرم سراغ سفید بعدی، رنگ 1 سبز، رنگ 2 نارنجی، میچرخونم، یه بار چرخوندم ست شد، وقتی ست شد رو به رو دوباره میچرخونم. خب اینجا قرمز رو میبینم خود به خود سته، این سفید من رنگ 1 و 2 خود به خود ست شده، پس رو به رو دوباره میچرخونم. یه سفید دیگه دارم نارنجی و آبی هستن، برای ست کردن گفتیم دو تا لایه پایین رو همیشه میچرخونیم، همزمان باید بچرخن. خب الان ستش کردم نارنجی و نارنجی شد، پس رو به رو دوبار میچرخونم، به همین راحتی. وقتی این کار رو انجام دادم به زیر روبیکم نگاه میکنم و باز هم این شکل مثبت سفید من درست شده. با این گوشه ها کاری ندارم، ممکنه مثلا اینجا هم سفید باشه مثل من، مهم نیست، مهم فقط این مثبت سفیده که الان اینجا ساخته شده.
Come on, get a sub 5. Oh my God! خب بعد از اینکه به اضافه سفید رو ساختیم باید بیایم گوشه های سفید رو حل کنیم. تا الان گوشه ها برای ما مهم نبودن، از الان به بعد دیگه مهم میشن. خب ببینید من میام گوشه سفید پیدا میکنم، یک گوشه‌ای که رنگ سفید داشته باشه مثل این. دو تا کار باید براش انجام بدم. کار اولی که میکنم کلاهشو با مرکز زیرش ست میکنم. کلاهش اینجاست، مرکز زیرش هم اینجا. برای ست کردن چیکار میکردیم؟ دو تا لایه پایین رو میچرخوندیم. خب من همزمان دو تای پایین رو میچرخونم. الان کلاه نارنجی، مرکز سبز. بازم میچرخونم، کلاه نارنجی، مرکزم نارنجی. خب بعد از اینکه ست کردیم باید براش فرمول بزنیم. یا فرمول سمت راست رو باید بزنیم یا فرمول سمت چپ. نگاه کنید ببینید این کدوم سمته. الان سمت راست من هستش، پس فرمول سمت راست رو میزنم. اگر سمت چپ بود فرمول سمت چپ رو باید بزنیم. این همش به بستگی به موقعیت این گوشه داره. خب این الان سمت راسته، کلاهش هم سته. من فرمول سمت راست رو میزنم. فرمول سمت راست به این صورته: بالا به سمت چپ، راست به سمت بالا، بالا به سمت راست، راست به سمت پایین، بالا به سمت چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. خب من الان یه فرمول زدم. وقتی فرمول اجرا کردم دوباره میرم یه گوشه سفید پیدا میکنم. مثلا الان من میگردم اینو پیداش کردم. اول از همه کلاهشو با مرکز زیرش ست میکنم. خب میچرخونم، الان قرمز و نارنجی هستش. دوباره میچرخونم، قرمز و آبی هستش. الان یه بار دیگه میچرخونم، قرمز و قرمز. وقتی ست شدن اگر سمت چپ بود فرمول سمت چپ رو میزنیم، اگر سمت راست بود فرمول سمت راست. این الان سمت چپ من هستش، سمت دست چپه، پس فرمول سمت چپ رو میزنم. فرمول سمت چپ اینه: بالا به راست، چپ به بالا، بالا به چپ، چپ به پایین. یک بار دیگه: بالا به سمت راست، چپ به سمت بالا، بالا میره سمت چپ، چپ میاد به سمت پایین. خب به همین راحتی من فرمولش رو اجرا کردم. خب فرمول رو که اجرا کردیم دوباره میریم سراغ سفید. خب من یه گوشه سفید اینجا پیدا کردم، اینجا هم هست. وقتی دوتا پیدا کردید اول باید یه دونش رو حل کنید. مهم نیست کدوم رو اول حل میکنید. مثلا من اول اینو میخوام حل کنم. خب اول از همه کلاهش رو با مرکز زیرش ست میکنم به این صورت. برای ست کردن هم یادتون باشه همیشه دوتای پایین رو میچرخونیم. خب کلاهش با مرکز زیرش الان ست شده. گفتیم اگه سمت چپ بود فرمول سمت چپ، اگر سمت راست بود فرمول سمت راست رو میزنیم. الان سمت راست من هستش، فرمول سمت راست رو میزنم: بالا به چپ، راست به بالا، بالا به راست، راست به پایین. فرمول سمت راست فقط با راست و بالا کار داره. فرمول سمت چپ هم فقط با چپ و بالا. حواستون به این باشه. فرمول زدم، دوباره میرم دنبال یک گوشه دیگه. خب اینجا از بالا من گوشه سفید پیدا نمی‌کنم، میام پایین رو نگاه می‌کنم. اینجا یک گوشه سفید هست. گوشه سفیدی که پایین هستش اصطلاحاً میگیم اینجا گیر کرده، باید این آزاد بشه. برای آزاد کردنش یک کار خیلی ساده انجام میدیم. اگر سمت چپ بود یه بار فرمول سمت چپ میزنیم، اگر سمت راست بود یه بار فرمول سمت راست میزنیم. الان این سمت چپه، میخوام آزادش کنم. یه بار فرمول سمت چپ رو میزنم، ببینید آزاد شد. حل نمیشه ها، آزاد میشه. بعد که آزاد شد کلاهشو با مرکز زیرش ست میکنم و مثل دفعه قبل هر سمتی که بود فرمول سمت خودش رو اجرا میکنم. الان سمت چپه، پس فرمول سمت چپ رو میزنم به همین راحتی. خب دیگه من الان گوشه سفید بالا و پایین پیدا نمی کنم. وقتی دیگه پیدا نکردید شما باید به زیر روبیکتون نگاه بکنید. قطعا یک سطح سفید کامل برای شما ایجاد شده. توجه داشته باشید علاوه بر این که سطح سفیدتون باید کامل شده باشه، باید این لایه پایین یعنی نوار دور لایه پایین کامل باشه. الان اینجا نوار دور لایه پایین من حل شده. حواستون به این هم باید باشه. خب یه مثال دیگه با هم حل کنیم. الان من مثبت سفیدم درست شده، میخوام برم سراغ گوشه های سفید. خب اول از همه گوشه سفید پیدا میکنم.
ابتدا کلاهش رو با مرکز زیرش ست میکنم به این صورت. الان نارنجی و سبزه، الان نارنجی و نارنجی شد. حالا فرمول سمت خودش رو میزنم. این سمت راسته، پس فرمول سمت راست رو باید براش بزنیم. بالا چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. فرمول رو که زدم میرم دنبال یه سفید دیگه. اینجا سفید پیدا کردم، کلاهش رو ست میکنم. الان کلاهش قرمزه، قرمز نارنجی، قرمز سبز، قرمز قرمز. وقتی ست کردم فرمول سمتش رو میزنم، سمت راسته. بالا چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین. خب سفید بعدی کجاست؟ خب سفید بعدی اینجاست. به این میگیم سفید بالا. سفید بالا. برای حل کردن سفید بالا هر جا که بود شما 2 بار فرمول سمتش رو میزنید. یعنی الان این سفید بالای من سمت راست دیگه، درسته؟ 2 بار فرمول سمت راست رو براش میزنم. این 1 بار، اینم 2 بار. 2 بار که زدین سفیدش از حالت بالا میاد به سمت روبروی شما و اینو میتونید مثل دفعات قبل حل کنید. خب کلاهش رو ست میکنم، فرمول سمت خودش رو اجرا میکنم به همین راحتی. پس سفید بالا هر جا که بود 2 بار فرمول سمتش رو میزنید و بعد میرید کلاهش رو ست میکنید و مثل دفعات قبل حلش میکنید. خب میگردم دنبال سفید. خب اینجا سفید پیدا کردم، پایین گیر افتاده. گفتیم اگر پایین بود هر سمتی بود فرمولش رو اجرا میکنید که این از اینجا آزاد بشه. الان سمت چپ هستش، فرمول سمت چپ رو میزنم، اومد بالا. کلاهش رو ست میکنم که کلاهش هم شانسی ست شده. پس فرمول سمتش رو میزنم دیگه. الان فرمول سمت چپ رو باید بزنم چون سمت چپه. خب میرم دنبال سفید بعدی. اینجا پیداش کردم، کلاهش رو ست میکنم با زیرش، با چرخوندن 2 تا لایه پایین. وقتی ست شد هر جا که بود فرمول سمتش رو میزنم. الان اینجا سمت راسته، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به راست، راست به پایین. به همین راحتی سفید من کامل شد و نوار دور سفید من باید کامل شده باشه. بعد از اینکه سفیدمون رو کامل کردیم باید بیایم دنبال مهره‌های بدون زرد بگردیم. مهره بدون زرد مهره‌ای که رنگ زرد نداشته باشه. خب الان من اینجا اینو انتخابش کنم؟ نه. چرا؟ چون این مهره من 2 تا رنگ داره، یه رنگش آبی، یه رنگش زرده. اینو چطور اینو انتخاب کنم؟ نه. چون یه رنگش زرده، یه رنگش هم قرمز هستش. اینو انتخاب کنم؟ بله اینو انتخاب میکنم. چرا؟ چون زرد نداره، یه رنگش قرمز، یه رنگش سبز. وقتی انتخابش کردم باید رنگ 1 و 2 رو ست کنم. رنگ 1ش الان سبز، رنگ 2 نارنجی هستش. 2 تای پایین رو میچرخونیم، سبز و آبی شد. میچرخونم، سبز و قرمز. الان شد سبز و سبز. وقتی رنگ 1 و 2 ست شد به کلاهش نگاه میکنیم. اگر کلاهش همرنگ مرکز سمت چپ بود فرمول سمت چپ این مرحله رو انجام میدیم. اگر کلاهش همرنگ سمت راست بود، همرنگ مرکز سمت راست بود، فرمول سمت راست این مرحله رو انجام میدیم. الان کلاهش همرنگ کدوم سمته؟ کلاهش قرمزه، همرنگ سمت چپ هستش. پس فرمول سمت چپ این مرحله رو من انجام میدم. خب فرمول سمت چپ این مرحله چیه؟ بالا به راست، چپ به بالا، بالا به سمت چپ، چپ به سمت پایین، بالا به سمت چپ، رو به سمت راست، رو به سمت دست راست هم میچرخونم، بالا به سمت راست و رو به سمت چپ. خب به همین راحتی این لبه من الان حل شد. خب بازم میرم دنبال مهرهای بدون زرد. این الان زرد داره، بی خیالش. اینم زرد داره، انتخابش نمی کنم. این زرد نداره. این اگه دقت کنین الان آبی و نارنجی هستش. اول رنگ 1 و 2 رو ست میکنیم با چرخوندن 2 تا لایه پایین. الان که ست شدن به کلاهش نگاه میکنیم. کلاهش همرنگ هر سمتی بود فرمول همون سمت رو انجام میدیم. الان کلاه آبیه، همرنگ سمت چپ یا همرنگ سمت راسته؟ همرنگ سمت راسته. پس فرمول سمت راست رو انجام میدم.
بالا به سمت چپ، راست بالا، بالا به راست، راست پایین، بالا به سمت راست، روبرو به سمت چپ، روبرو به سمت چپ، بالا به سمت چپ، روبرو به سمت راست. بعد از اینکه فرمول زدم میرم دوباره دنبال یه دونه بدون زرد. خب اینجا پیداش کردم، ستش میکنم. کلاه این دفعه همرنگ سمت راسته، همرنگ سمت چپ نیست، همرنگ سمت راسته. پس فرمول سمت راست رو میزنم. فرمول ها رو با دقت و آروم اجرا کنید که یه موقع اشتباه نشه. خب بازم میرم دنبال بدون زرد. اینو انتخاب کنم، نه این قرمز و زرده به درد من نمیخوره. اینو چطور؟ اینو انتخاب میکنم، سبز و نارنجیه. اول رنگ 1 و 2 رو ست میکنیم. کلاه هم رنگ هر سمتی بود، فرمول همون سمت رو اجرا میکنیم. الان کلاهش هم رنگ سمت چپ هستش، پس فرمول سمت چپ رو انجام میدم. خب الان دیگه من مهره بدون زرد پیدا نمی کنم. خب وقتی که دیگه مهره بدون زرد پیدا نکردید، شما باید یه کار مهم انجام بدید. کار مهم اینه، باید 2 تا طبقه پایین رو بشمرید. 2 تا لایه پایین رو میشمریم. 1 2 3 4 5 6 تا. تعداد رنگاش باید 6 تا بشه. الان اینجا من 6 تا سبز دارم. اینجا رو میشمرم 1 2 3 4 5 6. 6 تا هم قرمز. اینجا هم 6 تا آبی. با این کاری ندارم این بالا رو اصلا کاری باهاش ندارم. اینجا چطور؟ 1 2 3 4 5 6 تا هم نارنجی و دیگه تمام. همشون 6 تایی شدن. وقتی این اتفاق میفته دیگه از این مرحله رد میشیم و باید بریم سراغ مرحله بعدی. اما ممکنه بیایم بشمریم. الان من اینجا 1 2 3 4 5 6 تا قرمز دارم، 1 2 3 4 5 تا آبی. اگر 5 تایی پیدا کردم، نگاه میکنم به اونی که ناهمرنگه، اونی که تک مونده، ببینم سمت چپ یا راسته. الان اونی که تک مونده سمت چپ یا راسته؟ قطعا سمت چپ دیگه. هر سمتی بود یه بار فرمول سمت خودش رو انجام میدم. الان این سمت چپه، فرمول سمت چپ رو انجام میدم. وقتی فرمول رو انجام دادم دوباره میرم دنبال یه بدون زرد میگردم. خب یه بدون زرد پیدا میکنم اینجا، مثل دفعه قبل رنگ 1 و 2 رو ست میکنم. کلاهش هم رنگ سمت چپه، پس فرمول سمت چپ رو میزنم به همین راحتی. پس اگر 5 تایی پیدا کردیم، نگاه میکنیم به اونی که هم رنگ نیست، اونی که تک مونده، ببینیم سمت چپ یا راسته. هر سمتی بود فرمول سمت خودش رو انجام میدیم. بعد از اینکه فرمول زدیم دوباره میریم دنبال مهره بدون زرد میگردیم تا حلش بکنیم. این مرحله هم به همین راحتی تموم شد. میرسیم به مرحله بعد. تو این مرحله ما باید چیکار کنیم؟ باید یک به اضافه زرد روی سطح بالا ایجاد کنیم. به اضافه که روی زرد میخوایم درست کنیم با به اضافه که روی سفید ساختیم زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا؟ چون ما اینو باید جوری درست کنیم که این لایه های پایین، طبقه های پایین خراب نشن. خب یه فرمول داریم برای این ساختن به اضافه و چند تا حالت. من اول حالتاشو بهتون میگم. ببینید ما دستمون رو میذاریم روی 4 تا گوشه. یا یک نقطه میبینیم یا یک خط صاف زرد میبینیم یا یک خط شکسته یا ال زرد. به این شکل دال فارسی هم میگن، شبیه دال هستش. اگر به اضافه شده بود دیگه باش کاری نداریم، ممکنه مثلا شانسی به اضافه همون درست شده باشه. اما اگر به اضافه نبود برمیخوریم به یکی از این سه تا حالت. یا نقطه است، یا خط صافه، یا خط شکسته یا دال فارسی. یه فرمول بیشتر استفاده نمی کنیم. فرمول برای اینا عوض نمیشه، فقط تعداد دفعاتی که فرمول استفاده می کنیم عوض میشه. مثلا ممکنه برای این بخوایم 4 بار فرمول بزنیم، برای این 2 بار، برای این 1 بار. خود فرمول عوض نمیشه. خب نحوه دست گرفتن اینا مهمه. ما نقطه رو از هر طرفی دوست داشتیم دستمون میگیریم، مهم نیست.
خط صاف رو باید جوری دست بگیریم که خوابیده باشه، یعنی این شکلی باشه، و دال رو هم باید به صورتی دست بگیریم که بالا سمت چپ باشه. یا ساده تر بخوام بهتون بگم، باید ساعت 9 رو نشون بده. ساعت 9. پس اینجوری دست گرفتنش غلطه، اینجوری غلطه، اینجوری غلطه، اینجوری درسته. حتما باید اینجوری باشه. دوستان دقت کنید، وسطی زرد همچنان بالاست. مرکز زرد رو ما همچنان بالا میگیریم. گفتم این قانون رو تا آخرین مرحله روبیک باید رعایت کنیم. خب هر شکلی برام به وجود اومد، من میام به شیوه درست دستم میگیرم و فرمولش رو اجرا میکنم. الان من این نقطه دارم. خب به شیوه درست دستم میگیرم که گفتیم نقطه مهم نیست چجوری دستمون بگیریم. فرمولش رو اجرا میکنم. فرمولش چیه؟ روبرو به راست، راست به بالا، بالا به سمت چپ، راست به پایین، بالا به سمت راست و روبرو به سمت چپ. خب میبینیم که تبدیل شد به شکل دال یا شکل خط شکسته. درست دستم گرفتم؟ نه، باید درست دستم بگیرم به این صورت و بعد فرمولشو بزنم. روبرو به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به راست، روبرو به چپ. به چی تبدیل میشه؟ به خط صاف. درست دستم گرفتم؟ بله، خط صاف باید افقی یا خوابیده باشه. فرمولشو میزنم. خب به چی تبدیل شد؟ به اضافه. دیگه با به اضافه کاری ندارم، تا مرحله بعد باش کاری ندارم و این مرحله تموم شد. خب همینطور اگه مثلا خط صاف داشته باشم، درست دستم میگیرم جوری که خوابیده باشه و بعد فرمولشو میزنم. خب یه بار زدم درست شد به اضافم، یه باش کاری ندارم. همچنین اگه دال داشته باشم یا خط شکسته داشته باشم، به شیوه درست دستم میگیرم، یعنی به این صورت. گفتیم ساعت 9 رو باید نشون بده و بعد از اینکه به شیوه درست دستم گرفتم فرمولش رو میزنم. روبرو به چپ، روبرو به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به راست و روبرو به سمت چپ. خط صاف شد. خط صاف رو چجوری باید دستم بگیرم؟ به این صورت که خوابیده باید باشه. فرمولش رو میزنیم. روبرو به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به راست، روبرو به چپ. ببینید که بازم این به اضافه من درست شد و حتما باید این مرحله رو با دقت انجام بدید و بعد بریم سراغ مرحله بعد. Andrew Pine. Oh boy. 7. میرسیم به مرحله بعد، مرحله که اسمش ماهی هستش. خب ما یه شکلی داریم تو این مرحله، بهش میگن شکل ماهی. به این صورته که این سر ماهی هستش، این هم دم ماهی. این شکل ماهیه. اینو خوب به خاطر بسپرید، خیلی باش کار داریم. خب دو تا دسته از اشکال برای ما ممکنه به وجود بیاد. یا ماهی داریم یا ماهی نداریم. یعنی یا به اضافه ما به شکل ماهی هستش، یه زرد اینجا داره، یا به شکل ماهی نیست. یه موقع نگید این یه ماهی اینجا اضافه داره. نه، ببینید دقیقاً باید همین شکل باشه. این دقیقاً باید همین باشه. الان این ماهی نیست. خب اگر که ماهی داشتیم، سر ماهی رو میذاریم سمت چپ، روبرو به قلب خودمون میگیریم سر ماهی رو و فرمول ماهی رو اجرا میکنیم. فرمول ماهی چیه؟ اینجا براتون مینویسم. راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به راست، بالا به راست، راست به پایین. خب یه باز دارم دوباره ماهی شد. دوباره سر ماهی رو میگیرم به سمت قلبم و میزنم راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به چپ، راست به بالا، بالا به راست، بالا به راست، راست به پایین. میبینید که زردمون کامل شد. پس اگر شکل ماهی داشتم، سر ماهی رو روبرو به قلب خودم میگیرم سمت چپ باشه. فرمول ماهی رو میزنم. راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به چپ، راست بالا، بالا راست، بالا راست، راست پایین. بازم زردم کامل میشه. خب اما اگه شکل ماهی نداشتیم، شکل‌های ما عجیب و غریب بودن، باید چیکار کنیم؟ ببینید شکل‌هایی که ماهی نیستن و ما باید به ماهی تبدیل کنیم و بعد مثل ماهی حلشون کنیم. کار خاصی نباید انجام بدیم.
حالا چجوری باید به ماهی تبدیل کنیم؟ توی شکل‌های عجیب و غریب ما یه زرد سمت چپ باید پیدا کنیم. زرد سمت چپ این هستش. ما این زرد رو باید پیدا کنیم. مثلا اینجا من پیداش کردم. و بعد فرمول ماهی رو میزنم تا شکل من به ماهی تبدیل بشه. الان فرمول میزنم، فرمول ماهی رو. به ماهی تبدیل نشد. الان دوباره زرد سمت چپ رو پیدا میکنم و بعد فرمول ماهی رو میزنم. خب الان به ماهی تبدیل شد. سر ماهی رو میذارم سمت چپ. به این صورت دستم میگیرم و فرمول ماهی رو انجام میدم. یه بار دیگه سر ماهی سمت چپ، فرمول ماهی. میبینید که زردم کامل شد. خب یه مثال دیگه. الان اینجا شکل من ماهی نیست. اول از همه زرد سمت چپ رو پیدا میکنم که گفتیم این زرد سمت چپ. بعد فرمول ماهی رو براش انجام میدم. خب به ماهی تبدیل شد. حالا که ماهی شد، سر ماهی سمت چپ روبرو به قلب خودم و بعد فرمولش رو میزنم. دوباره ماهی شد، دوباره سر ماهی سمت چپ، فرمولش رو میزنیم. زردمون دوباره کامل شد. اینجا هم همینطور. اینجا هم شکل ما ماهی نیست. زرد سمت چپ، فرمول ماهی. ماهی شد، بله ماهی شد. سر ماهی رو میذاریم سمت چپ و دوباره فرمولش رو اجرا میکنیم. یا یک بار یا دو بار. زردمون کامل میشه. پس خلاصه این مرحله این شد. اگر ما شکل ماهی داشتیم، سر ماهی رو میذاریم سمت چپ، فرمولش رو میزنیم تا زردمون کامل بشه. اگر شکل ماهی نداشتیم، شکل‌های ما ماهی نبودن، باید زرد سمت چپ پیدا کنیم، فرمول ماهی رو انجام بدیم که به شکل ماهی تبدیل بشن و بعد از اینکه به شکل ماهی تبدیل شد دوباره سرش رو میذاریم سمت چپ و فرمولش رو میزنیم. این هم از این مرحله. میرسیم به مرحله جفت رنگ. جفت رنگ در واقع به این شکل میگن. زمانی که توی وجهمون این دوتا هم رنگ بودن بهش میگیم جفت رنگ. الان اینجا جفت رنگ دارم، اینجا جفت رنگ ندارم، اینجا ندارم، چون باید این دوتا هم رنگ باشن. اینجا رو ببینیم، اینجا الان این جفت رنگه. با رنگ وسط کار نداریم، مهم اینه که این دوتا هم رنگن. پس الان این جفت رنگ محسوب میشه. خب ما میام یه جفت رنگ پیدا میکنیم. جفت رنگی که پیدا کردیم و اول با زیرش ست میکنیم. برای ست کردن چیکار میکردیم دیگه؟ حواسمون هست که دوتای پایین رو باید بچرخونیم. دوتای پایین رو میچرخونم، این با زیرش ست شد. وقتی ست شد میذارمش دست چپ، روی صفحه چپ میذارمش به این صورت. و بعد فرمول جفت رنگ رو باید انجام بدم. فرمول جفت رنگ رو براتون مینویسم. راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، بالا به راست، راست به پایین، روبرو به راست، راست به بالا، راست به بالا، بالا به راست، راست به پایین، بالا به راست، راست به بالا، بالا به چپ، راست به پایین، روبرو به چپ. یکم فرمولش طولانیه ولی نگران نباشید، چند بار از روش بزنید حفظ میشید. خب این فرمول رو میزنیم. بعد از اینکه اجرا شد همه مکعبمون باید به جفت رنگ تبدیل شده باشه. کل وجه‌های مکعب به جفت رنگ تبدیل شده. خب یه بار دیگه توضیح میدم. اول جفت رنگ پیدا میکنیم. بعد از اینکه پیدا کردیم میذاریم سمت چپ. الان گفتیم این جفت رنگه. اول ست میکنیم بعد میذاریم سمت چپمون. حالا گذاشتیم سمت چپ، فرمول جفت رنگ رو میزنیم. همه مکعبمون باید به جفت رنگ تبدیل بشه. خب یه زمانی هم پیش میاد ما جفت رنگ نداریم. اینو یادتون باشه توی روبیک هر چیزی نداشتین فرمولش رو بزنین اون چیزه براتون ایجاد میشه. الان من اینجا جفت رنگ ندارم. یه بار از هر سمتی دوست داشتم فرمول جفت رنگ رو میزنم. یه جفت رنگ برای من ایجاد میشه. یه مثال دیگه بزنیم با هم. خب ببین الان من جفت رنگ ندارم. یه بار فرمول جفت رنگ رو میزنم. یه جفت رنگ برام درست شد. جفت رنگ رو میذارم سمت چپ. اول ست میکنم بعد میذارم سمت چپ. حالا فرمولش رو میزنم. بازم همه مکعبم به جفت رنگ تبدیل میشه. پس اگر که شما جفت رنگ نداشتید از هر سمتی دوست داشتید فرمول جفت رنگ رو میزنید تا جفت رنگ برای شما ایجاد بشه. بعد از اینکه جفت رنگ ایجاد شد میذاریدش سمت چپ و ستش میکنید. اول ست میکنید بعد میذارید سمت چپ بعد فرمول جفت رنگ رو میزنید تا کل مکعبمون به جفت رنگ تبدیل بشه. این هم از این مرحله.
و اما بریم سراغ مرحله آخر، مرحله دیوار کامل. میدونم الان بی‌صبرانه منتظر هستید که روبیکتون رو حل کنید و این مرحله آخره، دیگه چیزی نمونده. خب ما میایم یه دیوار کامل پیدا میکنیم. دیوار کامل اینه، به اون سمتی که کامل شده باشه میگیم دیوار کامل. بعد از اینکه پیدا کردیمش میذاریمش پشت. دیوار کامل همیشه باید پشتمون باشه. اینقدر فرمول دیوار کامل رو میزنیم تا مکعبمون حل بشه. همین، کار خاصی لازم نیست بکنیم. الان من اینجا دیوار کامل گذاشتم پشت، یه بار فرمولش رو میزنم. راست بالا بالا راست، راست بالا بالا چپ، راست بالا بالا چپ، راست بالا بالا راست، راست پایین بالا راست، راست راست، یا راست بالا راست بالا. خب یه بار زدم حل نشد، دوباره دیوار کامل رو میذارم پشت، فرمولش رو میزنم. راست بالا بالا راست، راست بالا بالا چپ، راست بالا بالا چپ، راست بالا بالا راست، راست پایین بالا راست، راست بالا راست بالا. مکعبم کامل حل شد. خلاصه این مرحله این میشه، دیوار کامل رو میذارید پشت، انقدر فرمولش رو میزنید که حل بشه. الان مثلا من اینجا دیوار کامل پیدا میکنم، میذارم پشت، فرمول دیوار کامل رو یه بار میزنم و مکعبم کامل میشه. اینم از این مرحله. منتها یه نکته داره، ممکنه شما دیوار کامل پیدا نکنید. یادتونه گفتم وقتی جفت رنگ نداریم چیکار میکنیم؟ اگه جفت رنگ نداشتیم یه بار فرمول جفت رنگ رو میذاریم که جفت رنگ برامون ایجاد بشه. اینجا هم همینه. اگر شما همه مکعبتون جفت رنگ شده بود و دیوار کامل پیدا نکردید، میاید چیکار میکنید؟ میاید یه بار فرمول دیوار کامل رو میزنیم که دیوار کامل برامون درست بشه. وقتی دیوار کامل درست شد میذاریمش پشت و فرمولش رو مثل دفعه قبل اجرا میکنیم. اینم از این مرحله و دیگه روبیک 3 درسه ما حل شد. امیدوارم که تونسته باشید با دیدن این آموزش مکعب خودتون رو حل بکنید و از حل کردن روبیک لذت برده باشید. اگر سوالی داشتید میتونید زیر همین پست برای من کامنت بذارید، در اسرع وقت بهتون جواب میدم. همچنین خوشحال میشم اگه پیج اینستاگرامی من به آدرسی که در صفحه مشاهده میکنید رو فالو کنید و برای دسترسی به سایر آموزش‌های روبیک و آموزش انواع روبیک از مبتدی تا پیشرفته میتونید صفحه آپارات من رو دنبال بکنید. برای دسترسی به آپارات من کافیه عبارت محمد مهدی خسروی روبیک رو توی گوگل سرچ بکنید، اونجا آپارات من براتون میاد، وارد آپارات هم بشید و سایر ویدیوهای روبیکی رو هم مشاهده بکنید. همچنین اگر مایل هستید در کلاس‌های آنلاین آموزش روبیک مؤسسه چکارت از مبتدی تا پیشرفته شرکت بکنید، به شماره که در تصویر مشاهده می‌کنید در واتساپ پیام ارسال کنید تا شرایط کلاس‌ها برای شما ارسال بشه. مرسی از همراهیتون و خدا یار و نگهدارتون.